کارت هنوز تموم نشده؟ برات شیرینی درست کردم، اونم با کشمش و فندق. ممنون. بازم خط انداختن؟ کی این کارو میکنه؟ مستا. یه وقت باهاشون درگیر نشی. این آدمایی درستی نیستن. یه وقت چاقوی چیزی میکشن خدایی نکرده. اگه دیدیم به روی خودت نیار. نمیارم. شام دلمه درست میکنم. برنامه‌ای که نداری نه؟ دارم. به هم گفتن اونا دیشب یعنی بار گفتن احتمالاً امشب. من شب دیر میام، منتظرم نشو. خیلی خوب باشه، عیبی نداره. برای فردا نهار درست میکنم، تازه میخوری. باشه. خسته نباشی. مرسا داداش حالت خوبه؟ آره خوبم. تو چی؟ داداش تونستی چیزی بفهمی ها؟ کی بوده؟ کار کی بوده؟ نگران نباش مرسا، تحتشو در میارم. کارتال حالت خوبه؟ ای بابا شما چتون شده؟ پلیس داره خونه رو میپاده. از اینجا برو، یه مدت هم آفتابی نشد. ماشینت کجاست مرساد؟ کارتال مال خودشو نبره. اینجا سمه. پشت سلو، کتتو بده به من زود. بده بیا اینو بپوش. با اون لکه نمیتونی از جلوی پلیس ها رد چی. بپوش بهت میگم. خب سرتم بپوشون. خوب شد، بهتر شد، عالیه. حالا برو senin vatanın mı, yurdun mu? Dünya senin vatanın mı?
دست در نکنی، یه دوغم بده. دست در نکنی. بازم شارژ ندارم. دمت گرم داداش. این چرا اینجوری مثل آهو میدوه داداش ولید؟ چی شده؟ یه لحظه رفتم اون بر ساندویچ بخرم. رفتی ساندویچ بخری؟ کارتال اومده با یه ماشین دیگه رفته کمیسر. چی میگی با تو؟ از این ور رفت. بودو سوار شو. داداش گازشو بگیر بری. یه کار سپردیم بهتا، گفتیم وایسا اونجا بپا. چجوری به این سرعت اومد و رفت با تو؟ اصلا خودم موندم چجوری شده. توف ترود با این رانندگی عوضی. شرمنده آقا. بردار بخور دختر. باشه. عمه اون خونی که رو لباس دایی بود. خب اون کمیسرم که گیر داده به دایی.
اگه بگیرنش یعنی هیچی، ولش کنین. داییم از پسش برمیاد. یه کم دیگه میاد خونه. خودش اومد. خوش اومدی. چی شده؟ منتظر دایی کارتال بودیم. تو که اومدی چیزه. حالتون گرفته شده داره؟ نه واقعا شهروندم. چی شده مگه؟ پلیسا دنبالشان، میترسیم یه بلای سرش بیاد. او هیچ چیش نمیشه. تو به پناه بر خدا. دوبله شده در استودیو جن. هنوز زنده است. زنگ بزن. طرف همینجاست. با تو سویچ روشه. با ماشین ببرش بالا. بدو. مراقب باش افه. افه اقالید طاقت بیار اقالید. طاقت بیار. پسرم آقالید بابا نرو. بابا
تسلیت میگم. آبجی سمیها من معذرت میخوام. معذرت میخوام آبجی. من باعث شدم. من معذرت میخوام. تقصیر منه. من باعث شدم. معذرت میخوام. نتونستم بخوزم. ده روز بعد دوبله شده در استودیو جن. این همه روز کجا بودی داداش؟ خیلی ترسیدم. رفتم خونه نبودی، زنگ زدم جواب ندادی، فکر کردم خدایی نکرده بلایی سرت اومده. نترس. تا وقتی قاتل آقا حالیتو پیدا نکنم هیچیم نمیشه. کجا داری میری داداش؟ کجا میری؟ خیر باشه. ملت کجا؟ خب کار دارن دیگه، سر کار و بارشونن. از مرگ برمیگردیم، میفتیم رو تخت بیمارستان، برمیگردیم محل، نه سری نه صدایی نه چیزی. قضیه چیه شسو خان؟ آخه چی بگم؟
گلم خوش اومدی. خوش باشی. دایی یواش بپوش دایی. وای خدای شاکرت، وای خدای 1000 مرتبه شاکرت. حالت خوبه دیگه عزیزم؟ خوبم. از اینکه هیچکی نیومده استقبال ناراحته، دل خور شده. که اینطور؟ به خانم دکتر سیمه ها زنگ بزن. بفرمایید کمسر، با من کار داشتین؟ پرونده مسعودو بیارین. در مورد کارتالم هرچی هست بیار. دلم میخواست بگم چشم، اما نمیتونم. یعنی چی؟ پس که اینطور؟ آره باید با تمام نیروهامون هر طور. چی میگن اینا؟ میگن پرونده کارتال؟ ببر صدا تو. اومدی مرا سوال جواب میکنی تو؟ حالی تا دست رفت. من تو رو نمیشناسم، مثل همیشه دنبال فرصتی که همه چیو به هم بریزی. اگه کارتال تو زندان بود الان آقا حالیت زنده بود. اون به خاطر درگیری 2 مافیا کشته. دست کن افه، تمومش کن. حالیت به خاطر تو از بین رفت. تو باعث شدی از بین بره. از این قضیه فاصله میگیری. نمیذارم کسی فدا کنه. پرونده دست بلنده. تمام شده رفت. خودم باید تمومش کنم. نگران نباش، خیالت راحت باشه با من. چه کار داری میکنی؟ دیوونه شدی؟ خیالتون راحت باشه با من. دیوونه روانی. کمیسر چی کار کردی تو؟ پرونده پزشکی آقا حالیت کجاست؟ پیش نشست دیگه. بیا بشین یکم استراحت کن. میخوای اینجا برات جا درست کنم؟ نمیخواد. جا نمیخواد. بگین قضیه از چه قراره؟ بگو. به حرف بزنین دیگه. چرا این وبایی ها هیچ از در خونمون رد نمیشه؟ ترس این که قاطی کنی هیچی نمیگن. یعنی چی اون وقت؟ بعد کشته شدن آقا صادق تو هم که چاقو زدن. قبلش به همه گفتی خیالتون راحت، کار هر کی باشه پیداش میکنن. بعدش که خودت هم بیمارستانی شدی، پلیس و مأمور خبر رسید که مردی. دور از جونش. خب این که میگن کارتالم از دست دادیم. چی میگی شاهین؟ بی خود اینقدر مزخرف نگو. ای بابا هیچی نیست گلم. مردم ترسیدن، برای همین فاصله گرفتن. میترسن بلایی سرشون بیاد. تو نگران نباشه، کم بگذره مثل قبل میشه. کجاست اون مردی که؟ کارتال تو که حالشو سر جاش آوردی، بیشتر پیش بری دردسر میشه، ولش کن. کاری به حرفای این نداشته باش کارتال. اون همه اتفاق افتاده، طبیعیه که بترسن. شسو مسعود کجاست؟ خیلی خوب باش آقا روشن. حالیده جانم دایی. یه کار میدم خوراک خودته. برو تو محل هر کیو دیدی بگو کارتال برگشت نمرده. بگو تو از اونی که این بلا رو سرش آورده انتقام نگیره خیال نهره بمیره. برو. اینا رو هم از بیمارستان فرستادن. باشه
ممنون. نشه جون، هرچی به هازال دادی یک و پیشم به من بده. کمیسر، وضعیت به قدر کافی پیچیده است. بهتر نیست فعلا کاری به پرونده نداشته باشی؟ درسته، حق داری. هرچی از یکی یکی بهم بگو مجبور نشم واسه خوندن وقت تلف کنم. در مورد اون صادق، همونی که توی ماشین پیدا شد، هر دوشون با یه چاقو زخمی شدن. اینا وسایل صادق بودن، درسته؟ وقتی سکه میندازن رو جسد یعنی چی؟ تو اون محل این کار معنی خاصی داره؟ نه. از کجا میدونی نداره؟ من خودم کلیم. وقت شوخی نیست نشه جون. زنای کلی مثل همه فیلم ها گل فروش و فالگیر و آواز خون نمیشن. اگه کسی مانع پیشرفتمون نشه، بعضیامونم دکتر از آب در میایم. منظوری نداشتم. معذرت میخوام. مهم نیست. بنابراین اگه اون چاقو مال یه نفر باشه، صادق رو کشت اما کارتال رو زنده ول کرد. حتی برای نجات کارتال هر کاری میتونست کرد. این یعنی چی؟ راستش یه چیز دیگه هم هست اما نمیدونم تا چه حد مسئله رو پیچیده میکنه. اون سوپرمارکتیه که اون شب آوردینش که چاقو خورده بود. بریدگی ها یه جوره، عمق زخم و نوع ضربه ها همشون اینه همن. اما اون از این محل نبود. میتونی وسایلشو بیاری؟ بی خیال کمیسر، باید میدونم تو وسایل اونم سکه باشه آخه. آوردی؟ چرا نمیگی؟ آره آوردم، همون مدله. خیلی باحالی. عاشق چیزی باشی دیگه ولش نمی‌کنی. حداقل یه مدل بالاترشو می‌خریدی. مدل بالاتر گرونه. توش چراغینا میزنم، خوشت میاد. خیلی خوب باشه. تا شب اینجا نمونی ها. حداقل امشب برای شام بیا بالا. باشه. رنگش هم قشنگه. داداش تو دفتر نیست. یه رستوران هست هر دوشنبه میره اونجا. امروز دوشنبه است. چی کار کنیم؟ چی شده؟ ببخشید، ما مأموریم و معذور. جناب رئیس گفتن فعلا نیاین سر کار. گفتن حتما اینا رو امضا کنین. حالا مثلا اطاعت نکنیم چطور میشه؟ خواهشاً کار خطایی نکن. اخراج میشی، اون وقت دیگه نمیشه کاریش کرد. برو بده به رئیست، قشنگ تا کنه بذاره تو کشوش. با تو چیزه گفتن تو مرکز نباشین، تا بیرون همراهیتون میکنم. گم شو بیرون. گفتم گم شین بیرون. با تو شکایت ها رو برام بیار. کمیسر میگم چیز نکن. یه 2 هفته صبر کن بذار تموم شه دیگه، بعدش برمیگردی هر کاری دلت خواست میکنی. با تو من خیلی وقت این قضیه رو شخصی کردم. برو مدارک رو بیار. اما کمیسر با تو
دایی حلش کردم. باشه گلم، برو تو. کارتال کامسر این دفعه راحت نمیگذرم. ماشین رو بکش کنار. میدونی کار کیه؟ آها، دارم میرم واسه سلافی کردم. رک رو راست بهت گفتم، هر وقت خواستی بیا منو بگیر. گیری کردیم اشتباه میکنی بابا. دست از سرم وردارین. هی اومدی مزاحم شدی، هرچی خواستی گفتی، هیچی نگفتم. بده من ببینم، بده من. میتونی بیا بگی. میگم کار مسعود نیست. حرف گوش کن. داری ازش شفا میکنی؟ اون 100 تا نوچه داره که بیان آدمو چاقو بزنن. مسعود چرا باید یه بقالو بکشه؟ بقال دیگه کدومه؟ این کار یکی دیگه است. کسی که تو رو میشناسه، کسی که دلش نمیخواست بمیری. پسر، ای اون منو میشناسه، پس منم میشناسمش. میریم ازش میپرسیم کار تو بوده یا نه. ای دیدیم کار اونه، حقشو میذاریم کف دستش. بی من هیچ جا نمیری. اون بابامو ازم گرفت. قبل از تو من کارش دارم. کارش داری؟ برو پیداش کن. من پلیس نیستی؟ من کلی امکانات نداری؟ دیگه نیستم. حالا که دیگه پلیس نیستی، یه جو دیگه حرف میزنیم. چطوری یکم تفریح کنیم ها؟ بذار اینو رو کنم ببینم هنوزم داره تفریح میخواد یا نه. اون چیه؟ میخوای منو بندازی زندون؟ نه تو رو نه. شسو بودی نه؟ روشن خوبه، عالیه. ها اینم نریمانه. ما با هم میریم کلانتری. تو بیرون بمون و حالشو ببر. مشکلی نیست. کارتال ولش کن، بذار بعدا. دم عروسی دردسر درست نکن. کلی کار داریم، بشین ببینیم چی کار باید بکنیم. بگی بشین. اون تلویزیونو خاموش کن. میگی ریختن تو قمارخونه، صندوق و حساب کتابا رو هواست. اینم از این شاهین خاک بر سر. واسمون دردسر درست میشه، دردسر. اینو مال کارتاله؟ چیز دیگه ای به ذهنم نرسید. میدونی روش شنود نصبانی؟ کمیسر تونستنش میتونم، ولی اجازه میخوام. اجازه صادر شد، کاری که گفتم و بکن. میگی ریختن تو قمارخونه، صندوق و حساب کتابا رو هواست. اینم از این شاهین خاک بر سر. واسمون دردسر میشه، دردسر. روشن برو حسابا رو بیار ببینم چقدر تو بانکا به حسابمون واریز شده. پولایی که از قمار و شرط بندی اومده دست منه، اما نباید زیاد اونا رو تو حساب نگه داشت. فهمیدی؟ راستش چرا دروغ بگم؟ اولش از این که اینا واسه حبست کافی نیست ناراحت بودم، اما دیگه تو واسه مهم نیستی. اول باید اون یارو رو پیدا کنیم و تو هم بهم کمک میکنی. قبوله یا نه؟ به نظرم قبول کردی.
یاشون نمیره. مثلا تو عروسی پشت سرمون چی گفتی؟ گفتی اینجا پر کلاهبردار و دزده. اینایی که میگی کیان کمیسر؟ میشه به من نشونشون بدی؟ نمیدونی، نمیشناسی، همینجوری از دور نگاه میکنی تو اومد میزنی. فقط هم تو نیستی، همتون همینجوری. تا یه فقیر میبینی نگران جونتون و پولتون میشی. جوون باشه، پیر باشه، هرچی باشه، فقط کولی نباشه. هرچی دستش هست باشه، دستمال کاغذی، آب معدنی، چسخ، فقط تنبک نباشه. 2 تا پا قرض میکنین در میرین. من میخوان چی کارتون کنم؟ خودتونم نمیدونین، چون نمیشناسینشون، نمیخواینم بشناسین. فقط بلدین قضاوت کنین، طرز فکرتون رو عوض نمیکنین. به هر کی شبیه‌تون نیست میگین آدم بی خود و بدیه. به نظرت کدومشون آسان‌تره کمیسر؟ عوض شدن ما یا عوض شدن طرز فکر شما؟ اول بیایم ببینیم ما کی هستیم، بعد نظر بدیم. نمیشه؟ چی میگی؟ نه نمیشه، چون شما نمیاین. اما ما بیایم چی؟ اون وقت شما در میرین. خلاصه که شما کمیسر بلدین نگاه کنین، اما بلد نیستین نیت خوب ما رو ببینین. من این نگاه میشناسم. بی خودمون خسته نکنیم. تا وقتی این مدلی نگاه میکنی امکان نره بتونیم با هم کنار بیاییم. این مشکل من نیست عزیزم، مشکل توه. تویی که باید با من به توافق برسی. نه من نمیخورم. بفرمایید. بگذاریم برگردیم سر بحث اصلیمون. یه سکه. 3 سکه. 3 سکه. همراه هر مقتول 3 تا سکه بود. اون وقت یعنی این قاتله اینا رو به خاطر اینکه 3 تا سکه تو جیبشونه میکشه، یا اینکه چون 3 تا سکه هم تو جیبشون نیست؟ خدا بیامرزه. کدومش؟ سکه ها رو قاتل میذاره عمدن که دیده بشه. شاید هم سعی داره یه پیامی بده. پیام؟ تو این دوره با سکه ها؟ احتمالا واتساپ نداره. شاید هم شماره‌شو نداره، یا شاید هم دنبال کسیه که پیدا کردنش سخته. کامسر جو، احتمالا فیلم زیاد میبینی. فیلم ترکی نه، فیلم خارجی. اسم اون خارجکی موبلانده چی بود؟ جانی دپ.
جانیده برای خودش فیلم های اونا. اینجا ترکیه است، این چیزا از اینجا بعیده. اینا واسه چی آدم میکشن؟ مثلا واسه کینه، کدورتی، چیزی ها، یا مثلا به خاطر انتقام گرفتن. انتقام جویی، یا شاید موقع رانندگی و یکی سرشاخ میشن، قضیه بالا میگیره، داستان میشه، درگیری و دعوا و بعدش هم که همه بلدیم. یا شاید سر تصویه حسابی چیزی ها، همون کسی واسه پیغام رسوندن راه نمیفته تو خیابون، همینجوری دیمه آدم بکشه بعد هم خوش رد به جا بذاره. اگه قاتل سریالی باشه هم رد به جا میذاره هم سکه. میدونی چرا از شغلش برکنار شو؟ چون سوزنش رو قاتلای سریالی گیر کرد. قاطی کرده بچه رد تفلی. ای خدا دلم واسط میسوزه. گناه داری؟ پس میگی من رد دادم؟ آره؟ آره. نوع ضربه های چاقو عین همدیگه است. 3 تا سکه از محل حادثه پیدا میشه و اینا همش تصادفیه؟ واسه من سکه نری؟ کسی واسه شما سکه فرسته؟ نه. مگه تو رو کش؟ نه. خب برای چی؟ میخوای من بگم برای چی؟ چون این یارو تو رو میشناسه و حتی یا تو رو خیلی دوست داره یا داره ازت زهر چشم میگیره. شاید هم همه این پیاما رو برای تو میفرسته. کامسر خدا رو شکر من واتساپ دارم. هر کسی بخواد مسیج بفرسته همونجا میفرسته، نیازی به سکه مکنی. رابطه همون با تکنولوژی خوبه. خدا رو شکر. یادت گفتی خودتو با بدبخت بیچاره‌ها یکی نکن؟ یه جورایی راست گفتی. من با اونا یکی نیستم. من رام سواس، یکم تاریک، یکم خطرناک و در عین حال ته تکنولوژی. چی شد؟ چی کار کنیم حالا؟ خیلی قاطی هستی کمیسر. خدای اعصاب نهاری. کی میتونه باشه؟ هر کی. هر کی. من میدونم تو رو دم چند نفر پا گذاشتی؟ اگه یکی اونا باشه من خبردار میشم، خودم میرم حالشو میگیرم. تو از این به بعد تنهایی هیچ حرکتی نمی کنی. گرفتی؟ فهمیدی؟ تو گفتی امثال تو جایگاهمون رو بهمون نشون میدن. مثل این که جا مکان تو فراموش کردی. مثل این که قوی شدی یادت رفته کی هستی. اما من میدونم کی هستی. همه گذشتت اینجاست پسر. میدونم تو حبس که بودی لباس زیر کله گنده های بنده میشستی. میدونم تو آلتا رو یه جوری میشستی برق بیفته. میدونم دقیقاً چند بار افتادی زندان، چند بار آزاد شدی اومدی بیرون. به نظر چرا میدونم؟ هر رو بیکاری. نه خیر، چون تو همینی کارتال. کار بالایی ها رو راه میندازی. تو مجبوری خودتو به هر دری بزنی که بالا دستی ها آدم ثابت کنن و حالا هم باید دستمال بکشی. هیچی نیست، آروم باش. آروم. داریم حرف میزنیم پسر. ما همدیگر رو نمیشناسیم، لزومی نداره از هم خجالت بکشیم. خیلی باید تلاش کنی بلکه آدم ثابت کنن، خیلی. و میدونی چیه کارتال؟ حتی اون موقع هم کسی آدم ثابت نمیکنه. چرا؟ چون تو تا وقتی هستی که کار یه عده رو راه بندازی. اگه نتونی راه بندازی نیستی.
حالا هم باید کار منو را بندازی، وگرنه خانوادگی باید لباس بقیه رو بشوری، اونم یه عمر. گرفتی؟ جای دوری نرو، هر وقت خواستم باید در دسترس باشی. کامیسر درساتو خوب خوندی. من کاری کله گنده ها رو راه میندازم، درست زیر رستشونم وای میستم، دمم گرم. اما یه چیزی رو جا انداختی، چیزی که تو پرونده ها نمی نویسن. من یه ناغافل منفجر میشم. روی حساب قبل توافق با من یکم فکر کن، شاید یه راه دیگه هم باشه. مثلا اگه اونجوری باشه که تو میگی خاطرهای سریالی تو خیابونا میخوان دخل منو بیارن، پس صبر کن، شاید اینجوری بتونی بگیریش. درست میگی، اما اگه اونجوری باشه که من گفتم، اون آدم دست بر نمیداره. معلومم نیست قربونی بعدیش کیه. اون وقت اگه بهت ثابت شد حق با منه، با هم وارد این راه میشی. به کارتال گفتن اینجاییم، دستگاهشون هم یکم پیش از کار افتادن. خوبه. Gücenme hey Sofu baba, gücenme hey Sofu baba, biz aşığız kör değiliz. Ver bir selam al merhaba, ikiye yar değiliz. Ver bir selam al merhaba, ikiye yar değiliz. Hudey hudey meyhaneci, şarabın bugün çok acı. İnsanlar Kabe misali, gören derviş seven acı. Oh 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 meyhaneci, şarabın bugün çok acı. İnsanlar Kabe misali, gören derviş seven hacı. Gidip dostu tavaf eder. Benim bildiğim bu kadar cahile uyar değiliz. Benim bildiğim bu kadar cahile uyar değiliz. Hudey hudey meyhaneci, şarabın bugün çok acı. İnsanlar Kabe misali, seven derviş gören acı. Oh 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 meyhaneci. کمیسر رفت؟ چی گفت؟ چرت و پرت. میدونم چی گفت کارتال. هیچی، داره قتلا رو به هم ربط میده. میگه قاتل هرکیه منو میشناسه، نخواسته منو بکشه، گذاشته رفته. یه مشتری بری و شعرها. مگه دنبال فرصت نبود تو رو بندازه زندان ها؟ اما الان از مدارکی که داره استفاده نمیکنه. گیر داده به سکه ها دیگه، دیوونه شده، ول کن. اگه راست بگه چی؟ ای راست بگه میرم قاتل سریالی رو میکشم، ای راست نگه قاتل معمولی رو میکشم. در هر دو صورت قاتل رو میکشم. آره میری میکشی، گفتنش راحته. خدا میدونه قاتل واسه چی پیگیر تو شده و افتاده دنباله. چرا خودتو زدی با اون راه ها؟ چرا سادگی کردی؟ گفتی کار مسعود بوده، گفتیم صبر کن زمان بده، گوش نکردی، رفتی سراغش، حالا میفته به جونه. نه اینجورانی، شما گوش کن، من کاری به مسعود نشم. کی کنیالیو گرفت برد؟ اون کی میخواد سایت شرط بندیمو از کار بندازه؟ اون از اول معلوم بود آروم نمیگیره. خب حالا چی شد؟ 2 میلیونش تو دخل منه، ربطی هم بهش نداره چون حقش بود. اگه بخواد پا رو دومن بذاره دست رو دست نمیذارم. قرار نی گله رو کفشمونو بیاریم تو خونه محلمون که. شاهین چی گفت؟ گفت مردم محل میگن طرف کارتالو له کرد. من اونی که تو محلم اسلحه دست بگیره له میکنم. خاک تو سر اونی که رو حساب حرف شاهین بخواد قدم از قدم ورداره. موضوع شاهین نی،
من هیچ کی نمیتونه هم از هر چش بگیره. هر کی تهدیدم کنه کارش ساخته است. میخواد کمیسر باشه، میخواد مسعود باشه یا هر خر دیگه ای. هر کی بخواد لهم کنه لهش میکنم. قبلا کردم بازم میکنم. چرا؟ چون نمیذارم کسی تغییرم کنه. داداش دستگاه از کار افتادن. ما چیز کردیم. فکر کنم زیاده روی کردیم. بیا نگاه کن شروع کرد. چرا؟ چون چاقو رو فرو نکردم تو پهلوش. کارتر یه لحظه صبر کن. کجا میری کارتال؟ کارتال یه لحظه وایسا به من گوش کن. خریت نکن. کارتال کجا میری؟ زود شما هم باهاش برین. معلوم نیست چی تو سرشه. بادایی مرساد پسرم اومدم داداش کارتالو ببین. سر پست خوابت نبره کمیسر. دیدی داره خوابم میبره اومدی بپرونی. ممنون که برام چای آوردی. زحمت کشیدی. واسه تو نیاوردم. شرمنده. یکم تهش مونده. میخوای؟ هنوز داغه. نه این دیگه چیه؟ به جاش کلونیا بخور. حداقل لیمو داره. با اجازه کمیسر. افه ببخشید؟ اسممو میگم افه. میدونم کمیسر. با اجازتون. سلام عرض شد. خوش اومدی شاهین. علیک السلام. خوش باشی. شاهین کارتال به همه جا خبر فرستاده. گفته نذارین شاهین قمار کنه. ای بابا بذار منم یه خبری بفرستم. به اون کارتال بگو حرفی داره بیاد به خودم بگه. به روی چشم داداشم. کدوم میز؟ بیا این ور پسر. سلام عرض شو. موفق باشین آقایون. مصلحت باته؟ آره باهامه. فقط کارتال.
گم شو عوضی گم شو. شهسوار وایسا سر جات. دیر کردی. لازم نبود از کار بندازی. زنگ میزدی خدمت میرسیدیم. چی شو؟ ناراحتی اسباب بازیات خراب شده؟ ای بابا، نزی خان بفهمه خیلی دلخور میشه نه؟ خیالتو مکدر نکن. ما بلدیم چطوری تعمیر کنیم که این قبل کار کنن. به خودت زحمت نده داداشم. بیت کوین و اونجور چیزا که فکر میکنی نیست. کار و پیشه تو مشخصه. حلبی سازی، فرود زدن یا تهش خورده فروشی. میگه این کارو برای زنده ماست ها؟ راستشو بخوای میگم اشتباه کردم، آدم ثابت کردم. خب چرا کارو تموم نکردی؟ چرا من نکشتی؟ چاقو رو جای درست میزدی. چاقو کدومه پسر؟ من به چاقو بزنم ول میکنم زنده بمونی؟ من به دست نزدم. البته هنوز ما یا عرق خضا بگیری تازه است، مگه نه کارتال جون؟ درسته. اصله در نگیرین، سر و صدا را نندازین. شنیدین آقاتون چی گفت؟ گفت سر صدا را نندازین. خب خورد تو صورتم. ای بابا، یه لحظه خیلی ببخشید، معذرت میخوام. یه لحظه. ورود پیروزمندانه ای بود. کامل، این پلیس دیروزیه نیست؟ پلیس پشت این در اومده؟ پس بی شرف خودشو جای پلیس جا زده بوده. خدمت هر دوشون برسیم. زنده از اینجا بیرون نمیرن. بیچاره‌ی بدبخت. پلیس امداد بفرمایید. فوری. لطفاً سریع بگین تو چه موقعیتی هستی؟ دعوا شده. یواش.
düşeni. Haydi 3 gün oldu Cemile ben bu derde düşeni. Gayrı bahçeden nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın ünle gelen hocam demiş. Gayrı bahçeden nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın ünle gelen hocam demiş. بس دیگه هیچی نمیبینم اونو خفش کن کامه این قضیه خیلی کشدار شد. داداش نزی خان بفرمایید نزی خان. هرچی شما بگین. خبر رسیده نزی خان. اون بهتر از ما میدونه چی کار کنه. میریم. ببخشید. برادر اشکش که نه تو یکم درگیری پیش اومد یه موقع باعث ناراحتیت نشده باشین. نه چیزی نشد. زود باش بگیر دیگه الان میبینم. باشه یه ذره وایسا. بگیر دیگه. گفتم وایسا الان میگیریم.
چه خبره؟ کی اونجاست ها؟ شما اینجا چی کار میکنه؟ بیاین بیرون. ولم کن داداش، کاری نکردیم. کاری نکردیم. تو رو خدا ولمون کن. ببخشید داداش، ما کار بدی نکردیم. ولمون کن داداش. تو رو خدا ولمون کن دیگه. ولمون کن. مادر ول کن داداش. دوبله شده قضیه چیه؟ استدیو جم. ها؟ آها. میخوای ما رو مسخره روزنامه کنی؟ نه آقا، از شما عکس نگرفتیم، قسم میخوریم. از کی گرفتی؟ ها. ای کولیا، ای کولیای ندید بدید. اومدین خانوما رو تماشا کنین ازشون عکس بگیرین؟ آقا اینا بچه‌ن، اجازه بدین بذارین. بکش آقا. آفرین. داستان چیه؟ این دوتا مثلا خیلی رقاصای خوبی هن؟ این زنه هم مثلا بهترین خواننده توه؟ اینه تفریح شما ها؟ ها؟ اینه؟ مگه نگفتین بریجیک میاد؟ مگه نگفتین بریجیک میاد؟ ها؟ چی شد پس؟ چی شد پس پسر؟ یه روده راست تو شکم شما نیست، همه چیتون دروغه. بریجیک کجاست؟ مریضه آقا، به خدا قسم مریضه. مریضه؟ این دوتا که سالمه، حالشون توپه ها؟ از بریجیک هم بهتر میتونن قرش بدن. بریم وسط بینم، بریم. داداش ولمون کن. داداش تو رو خدا ولمون کن. بچه ها رو ول کن. ولشون کن برن. من هر کاری بگی میکنم. لازم نکرده بشین سر جات، حرف اضافه هم نزن. موزیک بذار ببینم. رادیو بذار بلندش کن. این نمیشه، عوضش کن. نه اینم خوب نی. آها همین خوبه، بذار باشه. Bir volkan kopuyor yine bedenimde, anlamsız sızılar içimde. آها برقصیم ببینم. Etmesi bile yangınımın içinde. Saklarım sevdamı, gücüm yetmesi bile yangınımın içinde. پسرم برقصین تو رو خدا، التماس میکنم برقصین. Tutarım sevdamı, kalbim ağlasa bile gözyaşımın içinde. Tutarım sevdamı, kalbim ağlasa bile gözyaşımın içinde. Ayranmıyorum, ayranmıyorum, ayranmıyorum. باشیم اینه، اینجوری نمیشه. ببین این پارچه مارچه های زنا رو باز کن، ببند به این ور اون ور اینا، قشنگ بشه. Ayranmıyorum, sevişim boşuna, bakmadan yaşına, darısı başına. Ayranmıyorum, 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 ayranmıyorum. بچه ها رو ول کن. گفتم ولشون کن. کاری به بچه ها نداشته باش. ول کن. ولشون کن. ول کن. بذار زمین. Gözyaşımın içinde. Ayranmıyorum, ayranmıyorum, ayranmıyorum. وقتی گفتم میرقصه میرقصه.
مامان. پاشو ببینه. وقتی گفتم باید برقصه باید برقصه. مگه نه پسر؟ پسر جدا زاده بدبخت، بیا اینجا ببینم، بیا اینجا. بگیرش نگشتا. پسرم این بسشه، اون یکی رو بیا. پسرم دو ساعت بعد. بابا 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 داداشم داداش داداش کمیسر شماها اینجا چی کار میکنی؟ مشکلی نیست، من حلش کردم. تمومه، بریم به کارتون برسیم. گزارش کردم. چه گزارشی؟ یکی از اینجا زنگ زده، لکنت داشته، به زور آدرس فهمیدن. ما برای همین اینجاییم. نه هیچ مشکلی نیست، بریم به کارتون برسیم. خوبم شس و خوبم، چیزیم نیست. شما چی؟ باش، یکم جلوتر زیر پل هوایی هم. باید چی ببندش؟ هم چاقو میندازی جلوشون هم راه حل میدی؟ کی بهت گفت دخالت کنی؟ نمی کردی؟ دخالت نمی کردم که قشنگ آبکشت کنن. آره پسر، یعنی تحت حمایت پلیسیم؟ خوبه. اون تو چرا هیچی نگفتی؟ میتونستی داد بزنی بگی من پلیسم، دسته بالا همه غلاف کنن خیس کنن. برای دفاع از تو از کارت هم استفاده نمی کنم. کارت؟ من هنوزم هم میخوای چیکار؟ به چه دردت میخوره؟ با یه تلفن همشون غلاف کردن. اون نزیه خودمونه نه؟ دم در مرکز گفتی اگه میتونی بگیری اونو بگیر، اونم که پشتت ظاهره. نمیذارم کسی پشتم باشه. اگه باشه پشت خنجر میزنه. نباید بذاری چاقو بزنم. تا وقتی قاتل داداش حالی تو پیدا نکردم نمیمیری.
مرگو برات ممنوع میکنم. نباید بمیری. دوره بابای تو، حالی تو، نزی و مسعود و تک تک تون ممنوع کرده. انگاه به حرف اینه. این هم که انداخته اینجا بی نزاکت. داداش کارتال حالت خوبه؟ خوبم، شما خوبی؟ بذار ببینم. چیزی نمیگم. ما اومدیم دنبالت. دم در درگیری شد. یه گله آدم اومدن اسلحه گذاشتن رو سرمون. اسلحه تو بده من. کارتال عمه نریمان گفت دست من باشه. تو گاهی نمیتونی جلوی خودتو. اسلحه‌مو بدیم به من. بگیر. میخوام بگم ای کاش نمیدادی. منتها میدونم که شدنی نبود. نه نبود. وضعیت بد جوری میریزه به هم شهسوار. بد جوری. بقیه کجا؟ دم در. متوجه شدم. وقت سخنرانیه. چی شد؟ میبینم ترسیدی. این واسطاش صادقه؟ عصای سرگروهه. آره. خیلی خوب. واسه چی آوردن؟ مرصاد آورده برای تو. برای من؟ حالا فهمیدی چرا انقدر هرس میخوردم؟ چرا خودمو انقدر تیکه پاره میکنم که به بیراه نری و بلایی سر خودت نیاری؟ خوب نگاه کن. چشمتو ندوز. این دیگه مال توه. داره چی بهت میگه؟ چی میگه؟ باشه من بهت میگم. تا امروز یه جوونی بود که خونش میجوشید. کارتال چاکا. کسی که هر کی سر راهش بود و لهش میکرد. از پس هر دعوایی برمی اومد. کارتالی که بلد بود از خودش محافظت کنه. اما میگه از این به بعد فقط از خودت نه، از آدمای دیگه هم محافظت میکنی. میگه هیچ کس رو نباید کوچیک کنی. میگه این آدما دست تو امانتن. نمیخوام. میبرم میدم به صاحبش. مگه صادق خودش پسر نره؟ این یه رسم 1000 ساله است. مرصاد عهده بگیره. منو دخالت ندن. ایرم نمیخوان یکی دیگه رو انتخاب کنن. تو رو انتخاب کردن دیگه. میگم نمیخوام. انتخاب نکنن. کارتال، اون آدما به تو نیاز دارن. مظلوما، بی‌پناها، بچه‌ها. خودت میدونی وقتی بی صاحب باشن، کسی بالای سرشون نباشه، چی به روزشون میاد. حالا خوب فکر کن، بعدش تصمیم بگیر.